بعد از 10 سال توقف امید است به این قبرها دوباره گاز آید. این دستگاه همکنون زنگ زده هم با سرمایه خارجی فعال شده از قعر دشت‌های بلجوان گاز استخراج می‌کند. مسئولان حکومت ناحیه بلجوان با شرکت چینی برای استخراج گاز گفت و شنید داشته‌اند. یک چند بار از موضع‌های منطقه‌هایی که گاز وجود دارد آمده در حال کارکرد آنها گفت و شنید کرده ایستادند و باوری هست که در آینده همین چیز از سر نو ممکن مقدار کم قطعی کار کند، مقدار کم قطعی. او ذخیره‌ای که در سالهای پیش بود خیلی ذخیره وجود نداره از روی گفته عالمان. مسئولان حکومت بلجوان نگفتند در اینجا چقدر ذخیره گاز وجود دارد. در گذشته هم بعضی کانهای معدن‌های کوهی را شرکت‌های چینی گرفته‌اند و آماری نشر شده درباره ذخیره‌های کانها بحث‌های زیادی را به میان آورده بود. ناحیه بلجوان در 175 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه در زمان شوروی از ناحیه‌های دارای ذخیره‌های نفت و گاز به حساب می‌رفت. زمان استقلالیت این دستگاه‌ها را شرکت با نام حسن کمپانی میچرخاند و نفت و گاز را به منطقه کلاب می‌فروخت. شرکت به گفته مسئولان حکومت از دولت قرضدار شده و مفلس شده است. کارخانه نفت گاز نوح محصولات خود را به طور نقدی با شرکت‌های بیرون از ناحیه به فروش می‌برد. یعنی که حالی هم آماده است کارخانه نفت گاز که در صورت پرداخت مبلغ‌های قرض از طرف جامعه اسلامی حسن کمپانی می‌تواند محصولات نفتی را بیاورد به جامعه حسن کمپانی پرداخت کند. یعنی که یا حساب اندازه‌کننده هستند و دیگر پرداخت‌های دیگر دارند و یا مبلغ محصولات به طور نقدی به فروش می‌برد. شرکت حسن کمپانی از اداره نفت و گاز 1 میلیون سوم قرضدار بوده است. حالا اداره نفت و گاز ناحیه نفت استحصال شده را مستقیما خودش میفروخته است. تا سالهای 2010 یک مدت شرکت کلاب پترولوم هم با استخراج نفت و گاز این ناحیه مشغول بود و به ساکنان کلاب گاز طبیعی میداد. بعد سالهای 2010 انتقال گاز طبیعی به خانه ساکنان کلاب قطع شد. در 6 ماه اخیر اداره نفت و گاز ناحیه از این چاه‌ها بیشتر از 700 تن نفت خام استخراج کرده است. با سبب محکم شدن چاه‌ها سالها باز گاز بیرون نکرده اند.